سلام آقا. یه زمین خاکی درب و داغونو در نظر بگیرید که اسمش زمین انتخابات تو نظام ولایته. حالا تو یه چنین زمینی علی گدا و کوسه نعلین به پا و عبا کمر وایستادن، همینجوری دارن توپو میشودن تو دروازه هم دیگه. حالا دیگه کارشون به شودی ضرب کشیده. با اینکه امام بارها بر اصل بودن مردم برای انتخاب نظام تأکید می‌کردند و رهبری هم با تعبیر حق الناس برای رأی مردم مسیر انقلاب اسلامی رو در سپردن مسئولیت‌ها به مردم ترسیم کرده، اما تاکنون به بخشی از اهداف انقلاب و منویات امام و رهبری نرسیدیم. جمله رو داشتی؟ دیدی چه فیلی هوا کرد؟ دوباره دست انداخت تو خورجین امامش و یه جمله دوغکی دیگه دست پا کرد تا از اسم مردم یه چماق درست کنه و بکوبه تو مخ علی گدا. بعدم دوباره هم زیر علم حق و ناس سینه زد و هم درست فیس تو فیس علی گدا گفت این که میگی انقلاب ادامه داره کشکه، ما به اهداف انقلاب نرسیدیم. همیشه عده‌ای افراطی در این مسیر سنگ‌اندازی کردند. خدا را شکر که مردم هوشیار ایران با فریاد خاموش رأی انقلاب را به مسیر اصلی خیش برگرداندند که یکی از مظاهر آن توافقنامه هسته‌ای و باز شدن راه تعامل کشور با دنیاست. بفرمایید. اینم از شوت دوم. این همه علی گدا گفت به اسم افراطی نکوبید، این دوباره گوشکوبو برداشته و داره میکوبه. بعدم دوباره تحمیل شیخ فری به علی گدا و زهرخوری هسته‌ای رو به رخ کشیده و میگه استقلال مستقلال خبری نیست، یه راه جلومونه، اونم بغل تو بغل شدن با غربیات. از آنجایی که در میان ترکیب فعلی مجلس خبرگان و حتی چهره‌های منتسب به اصولگرایان این مجلس نیز حامیان آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز حضور دارند، دور نیست که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نشستن بر صندلی ریاست خبرگان را تجربه کند. از اون طرف شیخ فری با علی گدا شودی ضرب میزنه، از این طرف هم ورق پاره هاشو تیر میکنه تا اینجوری براش تبلیغ انتخاباتی بکنه. از اون طرف ورق پاره های علی گدا هم به ولی فقیه اقتدا کردن و مدام از فتنه و نفوذ و رخنه مینالن. شواهد و قرائن حاکی از آن است که دشمن سکولاریسم در حوزه حقوقی و اجتماعی جامعه ایران را ذیل پروژه کلان کمرنگ کردن تفکر اسلامی و انقلابی در دستور کار قرار داده است و علاوه بر اپوزیسیون خارجه نشین و فتنه‌گران فراری، متاسفانه جریانی مرموز در داخل این خط را دنبال می کنند. این خطی که ازش اسم میبره دیگه خط نیست، شکافیه که روز به روز داره عمیق‌تر میشه. حالا کوسه و علی گدا هر روز بیشتر از روز قبل واسه هم دیگه چنگ و دندون تیز میکنن. بدبختا خبر ندارن که هرچی هم دیگه رو بیشتر تیکه پاره کنن، کار ما موشکافا واسه یه سره کردن کارشون ساده تر میشه. صد زیاد.